مهرینیسا حسین از یک دسته بیماری از جمله دیق نفس، درد زانو رنج میکشد. برای همین پیوسته برای معاینه به نزد طبیبانش در شهرک ولسلی بریتانیا می رود. با وجود این روزه می گیرد. بسیار درد می کند. بعضی روزها خوب است، بعضی روزها خوب نیست. هر روز خوردن مسکن و یا داروهای تسکین دهنده درد بسیار بد است. من دیق نفس دارم، از آن رنج می کشم. فشار خونم هم بلند است. میلیون ها مسلمان گرفتار بیماری های مزمن و یا کرونیکی حالا در دوره ماندند که چگونه روزه بگیرند تا حالشان بد نشود. رعایت این فرض اسلام برای مسلمانان حتمی است، ولی برای آنهایی که هر روز دارو میگیرند توصیه طبیبان هم از فرض کم نیست. اگر بیمار مشکلات طبی سخت به مثل بیماری گرده داشته باشد یا دیالیز میگیرد نباید روزه دارد. اگر میخوان بگیرند پس باید با طبیبشان مشورت کنند. عین زمان اسلام میفرماید که اگر شما بیماری داشته باشید شرط نیست که روزه بگیرید. تعدادی از بیماران مزمن مثل سعدالدین که بیماری قند دارد میگویند راههای روزه داشتن و عین زمان آسیب نرساندن به صحتشان را یافتند. 22 سال است که من علاجش را پیدا کردم. من بامداد دارویم را میگیرم و شام. یعنی من پس از غروب آفتاب دارویم را میگیرم و صبح پیش از طلوع آفتاب که به بیماری قندم تاثیر نکند. بعداً آبی زیاد می نوشم و سبزیجات زیاد می خوریم که تمام روز به ما کمک می کند. در جریان روز مقدار قندمان را می سنجیم. انجمن طبی مسلمانان بریتانیا گفته است که بسیاری از مردم روزه‌داری را از صحتشان بالاتر می‌گذارند که مایه نگرانی است. طبیبان تاجیک هم میگویند اگر بیمار می‌خواهد روزه بدارد اختیار از اوست، ولی نباید جان و صحتش را در خطر بگذارد. یک روز دو روز روزه گرفتن دیدن که احوالشان بد است یا اینکه مدت 4 ساعت معلوم می‌شود، یعنی سر تاب می‌خورد، دیگر گشتن نمیخورد، خواب‌آلودی زیر میکند، دیگر سیمتوم های بسبینی در ارگانیسم که پیدا شد، یعنی چیکار میکنن؟ روزه شما میخورد. نه که اگر دیدن که نبرات حسی سبکی هست، حسی مثال همش نرس است، یکون مشکلی نیست، دل بی‌حضوری نیست، درد سر نیست، سرشنزنی نیست، مثال آنها میتونن گیرن. نه که اگر که در آنها سرشنزنی و دل بی‌حضوری و حس آبنوشی و دیگر چیزا پیدا شود، عرق کنی پیدا شود، اونها میتونن که روزهشون را خورن. برای چی؟ که برای اون که یعنی این سیگنال است، یعنی سیگنالی هست که یعنی نوشیدن در کار یا اینکه خوردن در کار. طبیبان بریتانیایی هم عین چیز را گفتند که بیماران باید مدت کوتاه روزه بگیرند و یا قبل از آغاز رمضان داروهای دیگر را استعمال کنند. از این راه به قول آنها می توانند هم به ایمان و هم به صحت خود گزند و یا آسیب نرسانند. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.